سلام به بینندگان کارتور. با سری برنامه‌های تور خودرویی در خدمت شما هستیم. این بار با یکی از کمیابترین و خاص‌ترین خودروهای ایران و جهان، مرسدس بنز SLS بلک سریز. اما قبل از شروع تشکر می‌کنم از نمایشگاه اتومبیل پرستیژ موتورز واقع در خیابان فرشته، خیابان خزر شمالی که این خودروی فوق خاص رو در اختیار ما قرار دادن. بریم که تور خودرویمون رو شروع کنیم. همونطور که میبینید دستگیره های در SLS به صورت پنهان هستن و با باز کردن قفل بیرون میان و پس از بستن در و آغاز حرکت دوباره پنهان میشن. این دستگیره ها راه نمایش جذاب ترین قسمت خودرو هستن. پیاده و سوار شدن در خودرو متفاوت از خودروهای عادیه ولی زیاد مشکل نیست. باز و بستن در هم به وسیله جک های کمکی به راحتی انجام میشه. بریم که وارد کابین هیجان انگیزش بشیم. روکش جیر درجه 1 در دو رنگ مشکی و قرمز به همراه قسمت‌های چرمی و پنل‌های فیبر کربنی حس یک خودروی تماماً اسپورت رو در لحظه ورود به کابین تداعی می‌کنه. حالا با نگه داشتن پدال ترمز هیولای خفته رو بیدار می‌کنیم. برای روشن کردن این خودرو راه دیگه ای هم وجود داره. در مواقع نیاز با گشودن روکش فیبر کربنی انتهای کنسول و قرار دادن سوئیچ در حفره مربوطه خودرو به صورت دستی روشن میشه. فرمان اسپورت با روکش جیر با کیفیت حس متفاوتی از دیگر محصولات مرسدس بنز ارائه میده. 2 عدد پدال شیفتر هم پشت فرمان تعبیه شدن که وظیفه تعویض دستی گیربکس DCT 7 سرعته را به عهده دارند. به صورت کاملا هوشمند یک موزیک پخش می‌کنیم. Change CD. Possible commands are CD 1 to 6, next CD, previous CD, memory card, Next CD. دسترسی به کامپیوتر خودرو بسیار ساده است. امکاناتی همچون نقشه، تلفن و تنظیماتی مثل ساعت و نور صفحه درش جای داده شده. دسترسی به سیستم صوتی به صورت دستی،
و پنل شماره گیری نیز در این قسمت قرار داره. در قسمت پایینی تنظیمات سیستم تهویه دوگانه اتوماتیک خودرو قرار گرفته. تنظیم دمای سمت راننده، حالت اتوماتیک فن، حالت دوگانه، نهایت قدرت فن، تنظیم محل دمیده شدن هوا، تنظیم دستی قدرت فن و گرمکن شیشه عقب. این بخش هم مربوط به تنظیم جداگانه دمای سمت سرنشین میشه. میرسیم به کنسول یونیک و خاص فیبر کربنی SLS که تنظیمات مختلفی درش جای داده شدن. تنظیم حالت کامفورت یا راحت، اسپورت پلاس، منوال یا حالت دستی گیربکس و حالت RS که در پیست فعال میشه. کلید استارت که باهاش آشنا شدید، خاموش و روشن کردن سیستم کنترل پایداری، حالتهای مختلف سیستم تعلیق برای استفاده شهری یا در پیست و اصل کاری کلید AMG. با فشردن این کلید صفحه نمایش خودرو به منوی AMG وارد میشه و دسترسی های خاصی رو در اختیارتون قرار میده. دسترسی های همچون وضعیت لحظه‌ای دمای موتور، نمایشگر لحظه‌ای قدرت خروجی، گشتاور و درصد باز بودن دریچه گاز، و نشان دهنده باد تایرها و فشار وارده بر اونها. بخش ریس نیز امکانات اختصاصی پیست مسابقه را در اختیار میذاره، مثل نمایشگر شتاب جانبی و درصد استفاده از ترمز، نمایشگر مسیر مسابقه و ثبت کننده زمان شتاب 0 تا 100 و زمان پیمایش مسافت 250 متر. همه این دسترسی ها و تنظیمات توسط این موس چرخان و همراه کلیدهای کناریش انجام میشه. این هم محفظه فیبر کربنی که زیر اون خروجی برق یا فندک قرار میگیره. حالا میرسیم به خاص‌ترین بخش کنسول، یعنی دسته‌دنده AMG. این دسته‌دنده جذاب و خاص که به حفره درونش معروفه، فقط مخصوص محصولات AMG ساخته شده. با قرار دادن دسته‌دنده در حالت دنده عقب، دوربین کمکی پارک فعال میشه. با عقب کشیدنش حالت خلاص و حالت درایو نیز انتخاب میشه. در نهایت با فشردن کلید پی خودرو در حالت پارک قرار میگیره. محفظه زیر استراحتگاه دست که شامل 2 عدد جالیوانی هست و جیب چرمی که روی دیواره پشتی کابین قرار داره. در سمت چپ فرمان مجموعه کلیدهای تنظیمات کامپیوتر سفری که در قسمت پشت آمپر قرار داره رو میبینید. دسترسی به سیستم صوتی، تلفن، وضعیت خودرو، تنظیمات، مسافت سنج از این قسمت نیز امکان پذیره. اهرم راهنما، نوربالا و برف‌پاک کن، دسته تنظیمات کروز کنترل، مجموعه کلیدهای دستی مربوط به چراغ‌های اتوماتیک خودرو، نور بالا، نور پایین و تنظیمات چراغ پارک در کنار کلید پروژکتورها. اهرم فعال و غیر فعال کردن ترمز دستی و کلید گشودن درب صندوق عقب. صندوق عقب SLS 175 لیتر فضا ارائه میده که با قرار گرفتن لاستیک زاپاس موقت در اون تقریبا کل این فضا اشغال میشه. حالا چراغ‌های تمام اتوماتیک رو به صورت دستی روشن میکنیم. شیشه های اتوماتیک،
آینه های برقی که اخطار دید کور رو نیز نمایش میدن، قفل و باز کردن در، و حالا بریم بیرون که نگاهی بهش بندازیم. اول از همه یکی از مهمترین سوالات راجع به درهای SLS رو پاسخ بدیم. آیا موقع چپ شدن روی سقف سرنشین‌ها در خودرو محبوس میشن؟ جواب منفی هست. درون جک درها یک چاشنی قرار داده شده که در این مواقع انفجار کوچکی رو انجام میده و در از لولا خارج میشه. در نتیجه با کوچکترین اشاره میشه در رو باز کرد و بیرون کشید. پس این درها در کنار جذابیت ایمن هم هستند. سوال بعدی که راجع به این خودرو پرسیده میشه اینه که SLS بلک سریز چه تفاوت‌هایی با SLS معمولی داره؟ تفاوت‌های ظاهری در وهله اول شامل پف و حجم بیشتر بدنه نسخه بلک نسبت به نسخه معمولی میشن که این پف در کنارهای چراغ حالت پله‌ای ایجاد کرده. در کنار اون منبع اگزوز، سر اگزوزها و دیفیوزر فیبر کربنی نیز با نسخه پایه کاملا متفاوت هستند. اسپویلر بزرگ فیبر کربنی ثابت نیز در این ورژن جایگزین با اسپویلر کوچک برقی در مدل پایه شده. تفاوت حجم گلگیر جلو در مدل بلک و معمولی. رینگ های 19 اینچی 10 پره آلومینیومی در کنار کالیپرهای بزرگ ترمز از ویژگی های اسپورت این خودرو به شمار میرن. و اما برسیم به تغییرات باطنی. موتور 6203 سی سی 8 سیلندر دستساز مورد استفاده در SLS یک اثر هنری به حساب میاد و هر موتور فقط توسط یک تکنسین خط تولید ساخته میشه و نهایتاً امضای سازنده روش قرار میگیره. این موتور تنفس طبیعی توانی معادل 622 اسب بخار تولید میکنه که 39 اسب بیشتر از مدل پایه است. گیربکس 7 سرعته DCT نیز با انتقال نیرو به دیفرانسیل الکترونیکی شتاب 0 تا 100 3.5 ثانیه‌ای رو برای این خودرو ثبت میکنه و نهایت سرعت اون رو به 315 کیلومتر بر ساعت میرسونه. صندلی‌های تمام چرم در نسخه معمولی جای خود رو به مدل مسابقه‌ای با روکش جیر دادن. تنظیم برقی صندلی‌ها و فرمان نیز تبدیل به تنظیم دستی شده. باک سوخت خودرو 85 لیتر ظرفیت داره و مصرف سوخت ترکیبی اون 13.7 لیتر در 100 کیلومتر گزارش شده که البته در حالت اسپورت به 24.9 لیتر در 100 کیلومتر هم میرسه. بریم که از سمت سرنشین هم سوارش بشیم. کلیدهای سقفی که دسترسی چراغ‌های روشنایی رو در کنار چراغ‌های کوچک مطالعه در اختیار قرار میدن. کلیدهای فعال و غیر فعال کردن سیستم ضد سرقت که یکی وجود اجسام متحرک درون خودرو رو تشخیص میده و دیگری موقع سر رسیدن یدک‌کش برای بردن خودرو آژیر رو فعال میکنه. محفظه داشبورد خودرو که درش خروجی 12 ولتی برق و ورودی‌های USB و کارت حافظه قرار گرفته. باید بگیم که SLS بلک سریز یک خودروی بسیار خاص بوده که شخصیت‌های مشهوری همچون جرمی کلارکسون هم داشتنش. سال 2014 این خودرو با قیمت پایه $276,000 به فروش رسید، ولی در حال حاضر با پایان تولیدش تا $500,000 نیز در دنیا قیمت گذاری میشه. در نهایت ممنون که به تماشا نشستید. تا درود دیگر، بدرود.